یک بار لوین یکی زوبای در گوش نمیکنی. بین پیش از وظیفه را گرفتن تو یک لوین کمیسر بوده اینجا. او هم با مثل تو جنگاور کلتکیل از اژدهار گفته میگشت. مونده بود که جنگاور را بکشنه که جنگاور سری شمشیرش کرد. تا زنده ام نام لوین در ویردی زبانی ماست برادرم. جنگاور کی بودنش را میداند. هم مردک تکری و کو جنگاور مرده است میگویم. همش مرده رفت. کلتکیل از جنگاور اژدهار مردن. از کجا میدانی که مردند؟ ها؟ جسد آنها را پیدا نکردند کو؟ شاخ و روکای کلاس بر نیفتن. یفتن شمشیر اژدهار و اولوتای مهنت جنگاور از بر نیفته. خیر یعنی تو گفتنی که جسدهایشون در کجایند؟ هم مردک ممکن اکل عبیدشون کرده باشه. مشکلی نیست. اژدها را به جنگاور میابم. یک چیز میفهمم که بفهمم. چه خیلی؟ دختر نقابدار. دختر نقابدار؟ نه این رو از کجا با او پیوست کردی؟ چه خیل نه ها؟ چه خیل نه؟ آخر هر وقتی از پس اژدها روم این دختر روبرویم میبراید. انیق یگان رابطه دارد. وگرنه چرا از پس اژدها است؟ انتقام گرفتن است. چه خیلی انتقام بهودگویی نکن از برای خدا. وای قصصی دوست داشته اش را گرفتن میخواهد. اژدها دوست داشته او را نکش مگر. چی ها میگویی؟ من نفهمیدم. جورا دختر نقابدار وای نباشد میگم. کی نباشد؟ زهرا شانلی قیسنگی لکه اونال نویره بوبی اکرم. زهرا شانلی هم خیلی میشوه؟ غیر امکان است. امکان دارد 100%. امکان دارد؟ از کجا میدونی تو؟ با چشمنا دیدی مگر؟ ها؟ بهودگویی کرده ایستاده‌ای. آن دختر مرده است. چه خیل میشود؟ در این دنیا هر کار شدنش ممکنه برادر عزیز. موضوع کلان این. گوش کن. گرفتنش روش علیش کرده. حاضر تو از من میپرسی مادامی که رویش رو جراحی کرده است پس چرا نقاب میپوشد؟ حاضر من بگم که در رو برای تو کمیسر لوین ایستادگی. تو مرا باور میکنی؟ البته نمیکنی. من کمیسر لوین روزی بیک استقامت کننده شهر ازمیر کوچه نگارین خانه 12. خانه شخصی من نیست. هنگام عملیات بر ضد اژدهای سرخ اون من را در سر شمشیرش کشید و بدنم را پاره کرد. شاگردم کمیسر زوبید را باشد به قتل رساند. طبیبان معاینه سرم را، زبانم را، روده 12 انگشته و گرده چپم را، خلاص روح من را در بدن کمیسر زوبید وارد کردند. این را غیر از من و شادیچه دیگر هیچ کس نمیداند. تو بسیار فیلم تماشا کرده سرت را گران کرده ای. برادرم خیلی فیلم حیات ما مثل فیلم شده است. هر روز داخل یک فیلم هستیم. بیا سردارم دختر نقابدار. شما هم با کمیسر زوبای روید. زود همتان از خفای لوین اخی زوبید حرکت کنید. با کجا می روی؟ پشت سرش کردم. فکر کردی مرا پشت سر کردی ها گربه کوچگی؟
تو برای اژدها کار میکنی گبزن. کنه گبزن گنگ شدی. من با دخترها جنگ نمیکنم، برای همین تو رو نمیزنم. با ادب باش، مرا عصبی نکن. تو تمام شدی. دیگر راهی گریز نداری دختر نقابدار. زود در کجا بودنی اژدها را گپ زن. تو برای او کار میکنی همین خیل نه؟ نقابت را کش، رویت را بینم. چی کار میکنی؟ تو دیوانه هستی؟ اگر جای اژدها را نگفتم موری، لازم شود بار دیگر تو را میکشم. بس است. باز از دست دادم. نپرسم کار. دختر نقابدار را در آخر از دست دادم. در کوچه کلی مزارم. بیا مرا از اینجا بگیر. شد. به وجدانه قریب دستم را می شکست.